عالی یک نوازش بسیار هم خوب بود چون هنگام صبحگاهان با ما یک روح و هوای ما رو آرامش بخشید و فکر میکنم با بیننده عزیز تلویزیون سفینه نیز این نوازش پسند آمد. همینطور نه امید؟ بله درست میگویید نوروز و این نوازش دلنشین رو با ما انسمبل دولتی لولا اجرا کردن، یعنی همراه ما هستند امروز طوری یک ساعت در برنامه همین انسمبل بسیار شناخته و آوازدار و کل این گروه رو با برنامه خوش آمدید میگوییم و با شما بینندگان همیشگی برنامه صبح خیر تاجیکستان درود صبحگاهی میفرستیم.